برای کسل عصب یگان توصیه ته گفته التماس کردوست بسیار اکهامو برای چی عصبی میشید این 4 روز دنیا به خورید مزه کرده خورسنگ گردید. خب دو سه تا توصیه میتیم کرده بینید خدا خواهد نغز میشید کوه ها ببرید قشلاقا بروید هوای تازه گیرید. چیکار میکنید هر شب پیش از خواب 1 استکان آب جوش با 1 قاشقچه میده زیره اندازید. زیره آش با قوش میکند کو بعد 2 دانه 3 دانه برگ لورا قوش میکنید کمتر ایستاده دم کرمونید با هنوای خورید 100 گرم 1 شب از زیره چای 1 شب وای کیفیرای کو قطق با کمک پیاز میده کرا انداخته وای خورید وایم عصبای آرام میکند. و 4 تا راهش کتاب بای ازبکی نویسندگی من تاجیک حرکت کرده پیرواد کردم میتیم شما با برای شما 1 تا подписка زیر کردم مونید. مرحمت برادرها کتاب نامش درد بار کی درمان بار این کتاب ازبکی داده رو عصب کسلن داوالش کسل عصب دواش آشقاوق الدزه همون ریشه آشقاوق 15 روز 3 محله میخورید 100 گرمی ایچسه فایده قلاد فایده میکند. ریشه آشقاوق دویمش خانتالنı quruqlay 15 kun 3 mahal bir tablet kattaligida yesa ham foyda beradi. Xantal gufta YouTube banavisid mebrod chizay mebine chashmi xudton qati. Seyumash ismaloq ispanog'ayku bay gazanda va botakoz barobar qo'shib qaynatib ichilsa ham shifo bo'ladi. Ismaloqni medonid gazanda va botakoz YouTube banavisid suratash mebrod yofta barobar qush karad mexurid. چهارمش بانگ دیوانه یا برگنه قرطب بانگ دیوانه برگش قاق کرده برونگه تارتب بو میکشید 4-5 محل 1 روز. ها توغری فهمیدید برگ دیوانه است کو بانگ دیوانه هنوای برگش قاق کرده 1 روز به 4 بار 5 بار بو میکشید عصبو دم میگرفته است. این بانگ دیوانه خداوند آفریدگی یک اسملیگ میگوید کو و ضررش میشد کتاب نمی نویست. کتاب ای نشر گذشتگی همه وقت تاجیکستان با پیش همین گفتگی رو کرده گردید برای عصب میشد که آدمو برای کنید.